بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان نهایت گرامی، در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم قبل از ورود این ماه اصحابش را متوجه می ساخت که برای این ماه آمادگی بگیرن و خودش دعا می کرد و از الله متعال می خواست که به این ماه مبارک برسه. اللهم بلغنا رمضان. و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم 2 ماه قبل در ماه مبارک رجب دعا میکردن: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. بار الها در رجب و شعبان ما برکت بنداز و ما را به ماه مبارک رمضان برسان. ای به ما ای را یاد میدهد که ما قبل از اینکه به ماه مبارک رمضان میرسیم باید برای این ماه آماده شده باشیم. رسول ما صلی الله علیه و سلم با او هم عظمتی که داشتن، با او هم جایگاهی که داشتن، با او هم محبوبیتی که در نزد الله متعال داشتن، اونها دعا میکردن که یا الله ما را به ماه مبارک رمضان برسان. پس ما با این همه بار گناهان حالت ما باید چگونه باشه؟ ما باید چقدر دعا بکنیم که الله متعال ما و شما را به این فرصت مبارک برسانه تا ای که بتوانیم از گذشته خودمان به الله متعال رجوع بکنیم و صفحه جدیدی از زندگی را باز بکنیم و با الله متعال پیمان جدیدی بسته بکنیم تا ای که باشد الله متعال از ما و شما قبول بکنه و ما و شما را توفیق به اعمال نیک و به اعمال صالح بدهد. مهمترین چیز برای آمادگی به ماه مبارک رمضان برنامه‌ریزی دقیق است که قبل از ماه مبارک رمضان و در اولین روز ماه مبارک رمضان حداقل با خودمون بشینیم و قلم و کتابچه‌ای بگیریم و برنامه‌ای که در این ماه قرار است او را انجام بدیم نوشته بکنیم و با خود یادداشت بگیریم و نیت خودمان را تجدید بکنیم. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که انما الاعمال بالنیات، اساس هر عملی به نیت شخص وابسته است و یکی از رحمت‌های الله متعال نسبت به این امتی است که در مقابل نیت الله متعال به این امت پاداش می‌دهد. همین که شما نیت میکنین که من در ماه مبارک رمضان اینقدر کاری نیک میکنم، اینقدر صدقه میدهم و اینقدر قرآن تلاوت میکنم، به این اندازه باید من نوافل بخوانم. اگر مشکلی پیش بیاد، مریضی پیش بیاد، شما نتوانید این کارا را انجام بدین، الله متعال به مجرد نیت کردن و به مجرد اینکه که شما میشین و با خودتان برنامه‌ریزی میکنین، الله متعال اجرش را بر شما میده. پس تلاش بکنیم که حتما با خودمان یادداشت بگیریم و هر روزی از ماه مبارک رمضان که بر ما میگذره برای خودمان نمره بدیم که ما چند فیصد در برنامه‌مون موفق بودیم. الله متعال برای همه ما و شما توفیق نصیب بکنه تا اینکه از این ماه استفاده درست بکنیم.